بیست فوریه یا 8 مارس در دین اسلام هست یا نه؟ همین رو ما چندین بار گفتیم برادرای عزیز. یکی 1 ینور، یکی 23 فوریه، یکی 8 مارس، یکی 9 می. دیگر ایده‌هایی که هستند اینا ایده‌های ملی هستند، ملی تاجیکستان ما و شما هستند که اینها را به قید میگیرند. اینا از اسلام ما نیستند، لیکن در تاجیکستان در تمام دنیا این عید پیشواز گرفته می شود. چرا شما از 40 سوال نمیکنید؟ چرا از 7 سوال نمیکنید؟ چرا از 6 ماهگی سوال نمیکنید؟ چرا از 20 سوال نمیکنید؟ چرا از سال سوال نمیکنید؟ کجای کتاب در اینا هست؟ نیست. فقط انسان هر یک قربانی که میکنین، هر یک مالی را که ذبح میکنین، فقط بسم الله الله اکبر. ما از حساب همین مزارها اینقدر ملامت ها شنیدیم، لیکن میلش باز میگوییم. من فقط میخواهم که شما زیارت درست به جا بیارید. باز میگویم من به مزارها، به اون حضرت هایی که در این وادی های ما و شما خوابیدن، من به اونها سر به سر نمیشوم. اونها هم یکی از دوستان خدا هستند، اونها هم خدمت کرده در راه اسلام هستند، لیکن از این طرزی که شما عبادتشان میکنید، از این اونها ناراضی هستند. شما درست زیارت کنید، یک آیت خونه در حقش بخشید روی تمام. با طواف او، با بوسه کردن او، از او حاجت طلب کرد، اینا شرک به الله میشود، شما گناهگار میشوید. که جمعه گذشته من برای شما گفته بودم که مردم راحتی آمده بودن، از 20 نفر زیاد همونها ما را گفتند که داملای چگونه زیارت از دخترها سری لوچ رفته حضرت امیرجان دیوالهاش بوسه میکنن. مهمان ها گفتند. جوانای عزیز، من به همه شما باز مراجعت میکنم که این سخنهای مرا درست فهمید و آن گونه‌ای که من برای شما تعلیم میدهم، انا همین راه درست تعلیمش انا همین است. انا همین گونه شما برای زیارت روید. زیارت، مقصد از زیارت فقط یادآور شدن از روز مرگ خودتان است، که انسان باید که یادآور شد که من روز از روزها چیکار میکنم، وارد قبر میشم. نه به خاطر بوسه، نه به خاطر یگان حاجت طلب کردن. و مالی که میکشید، قربانی که میکنید، اینقدر شما اگر دوستدار حضرت امیرجان و حضرت سلطان ویس قرنی و دیگر بزرگوارها باشید، در همون خانه‌تان کشید. همسایه های فقیر بیچاره و مسکین دارید، در همونها خام تلاش کنید. انشاءالله ثواب همو بر روح همونها میرسد. این جای پوشیدش نیست. بسیار ضرور. السلام علیکم دوملای محترم حاجی مرزا. اولا دعا میکنم که با شما علم لدونی و علم نافع باز هم نصیب و روزی گرداند. من یک سوال دارم، آیا زرد میلش هر کی ما را ملامت میکنه کردن گیره، این منبر جای ملامت هست، اینجا جای استراحت نیست. اینجا جای هست که این وقتی من این صحبت میکنم به ضرر چندین نفر آدم است. بعضی آدم ها باور کنین از مزارها آمده شکایت کردن که زیارتچی کم شده است. برداشت را پیغمبر گفتن ممکن یا ممکن نه. آیا خدا را اعتراف میکرد نمیکرد؟ من وقتی به تاریخ نظر کردم 90% مورخ ها به این رفتگی هستند که زردوشت منجم بود. اینی گویم یگان حکیمی بود، در پیغمبریش هیچ دلیل‌های وجود ندارد. حتی در همین 4 کتابی که چه انجیل، چه تورات و چه زبور و چه قرآن، در هیچ کدام این نام زردوشت ذکر شدگی نیست. از این خاطر الحمدلله که ما امروز دین داریم، دیگر حاجت نه به دین زردوشت داریم نه به دین نصرانیش داریم. مادام قرآن آمد، پیغمبر ما که آمد، همه دین ها منسوخ شده. و شما یقین دانید که این نصرانی هایی که امروز عبادت دارن، امروز
حضرت عیسی را پرستش میکنند، این دین اینا خیلی تحریف شده است. این انجیل خیلی دیگرگونی ها کردگن، انجیل اساسی وجود ندارد. اگر انجیل اساسی وجود می داشت، این قصه هایی که در قرآن آمده است که حضرت عیسی نام پیغمبر ما را اون زمان ها گرفتگی بود، همه اونا باید که در قرآن می آمد یا در انجیل ثبت می شد، لیکن وجود ندارند. همه اونها را دشمن ها گرفتند. برای من نه حاجت به دین زردشتش داریم، نه به دین نصرانیش داریم. این الدین عند الله الاسلام است. فقط خدا خودش میگه دینی که در نزد من قدر دارد، دینی که در نزد من اعتراف دارد، دینی که من صاحبای اون روز قیامت نجات میتونم، فقط اسلام است و خلاص. به هیچ نرخ، به هیچ منصب دین هاتون نفروشین که این دنیای دو روزه است. فردا پشیمان میشوین، دیگر فایده تان نمیکنه. امروز بسیاری ها آمده میگویند که برادرها با چند مبلغ دین ها دین فروشی میکنند و دیگر میکنند. من انشاءالله باوری دارم این مردم ما هیچگاه به این دین قدم نمیزند، هیچگاه. انشاءالله باوری کامل است. السلام علیکم. داملای شیرین سخن اکای حاجی مرزا. در مسجد ما جوانان عموما در صف اول نمی نشینند، چون که جوانان را موی سفیدان نمی گذارند که در صف اول نشینند. حکمش در نزد خدا چیست؟ پیغمبر خدا در حدیث های مبارک برای احترام موی سفیدها گفتگی ها دارد. ما موی سفیدها را البته احترام میکنیم، به قدر موی سفیدها میرسیم، زیرا روز از روزها شما هم موی سفید میشوید و میخواهید که باید که باز جوانها شما را هم چیکار کند؟ احترام کنند. ما همه وقت باید که احترام موی سفیدها کنیم، احترام همون مادرهای پیرانسال به جا بیاریم. لیکن در مسئله در صف اول ننشستن جوانها، اینجا موی سفیدها حقوق ندارند. یعنی وقتی جوان است می آید، وقتی در صف اول در مسجد می نشیند، حتی داملا هم حقوق ندارد که وی از جاش خیزاند یک نفر دیگر در اونجا نشاند. زیرا اونجا جوانی هست که از ساعت 9-10 بیچاره برای که من در صف اول نشینم و صحبت را خوب گوش کنم گفته از راه های دور آمده با یک اخلاص خیلی بلند حاضر می شوند. اگر ما وی از دستش گرفته و مثال از جاش خیزانیم، آیا در این ما و شما گناهگار میشیم؟ در مسجد هیچ کس حکم کرد. حتی حبیب خدا را بینید، لا تعظیمونی فی بیت ربی، مرا در مسجد الله چیکار نکنید؟ تعظیم نکنید گفتن. از این خاطر کدام جوانی که در صف اولم که باشد، اگر همون موی سفیدی که آمد از پس همون جوانم که نشست، هر جای خالی یافت و نشست، انشاءالله در این ثواب میگیرد از اوی که یک جوان از جاش میخیزاند در جای وی می نشیند. این در حقوق ندارین. من برای کارهای دینی قائم میشوم، پدر و مادرم صد راه من میشود. از کارهای ثوابی که من انجام میدهم، پدر و مادر من هم در این کار ثواب شریکن یا نه؟ البته شریکن. اگرچه اونها صد راه تو هم کشوند، لکن تو در مسئله اطاعت الله پدر و مادر هیچ کس اطاعت نمیکنه. اگر وقت پدر و مادر فرزند نگذارد که مسجد رود، نگذارد که نماز خواند، نگذارد که روزه گیرد، اینجا در فرزند حقوق دارد که گوید پدر و مادر من سخن تو را نمیگیرم، من سخن الله را میگیرم. زیرا پیغمبر خدا گفتگی هستند که در گناهگار شدن نزد پروردگار سخنی کسی نباشد، بنده نباشد و یا رد کنید گفتند. لیکن البته مادامی که اونها سبب به دنیا آمدن تو شیدگی که هستند، در ثوابهای تو البته شریکند. در حقشان دعا کن که خداوند اونها را مثل تو توفیق نصیب کند. درباره منافق کمی صحبت میکردید. با احترام مخلصان شما از شهر دوشنبه. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: اربع من کن فیه کان منافقا خالصا. پیغمبر خدا گفت اگر در کدام از امت من 4 خصلت وجود داشته باشد،
4 فعل وجود داشته باشد، وای منافقی تازه منافق است، بسیار تازه منافق است. این کدام عمل ها باشد؟ اذا اؤتمن خانه، هر وقتایی که اگر امانت گذاری پیشش خیانت میکند. خواه از مال دنیا باشد، خواه از یک برادر میرویم ما یک سیر دل ما نمیگوییم، میگیم برادر همین نزد تو امانت، اگر همون سیر دل تو را رفته و آشکار کرد، اینم علامت منافقی هست.